بنا به خبرهای رسما تصدیق نشده روز 8 مای سال 2022 در نویه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان یک چرخبال قوه‌های مسلح تاجیکستان را سقوط دادند. در این باره اولین شده در تلگرام کانالش شورای روس اندری سرینکا خبر داد. تصدیق رسمی این خبر در دست نیست، ولی اگر این راست باشد حادثه های کنونی می تواند به مناقشه بزرگ مسلحانه در منطقه بپیچد. چرخبال را بارگت که زدن نمی شود، نوشت سرینکا. او بعدا اضافه کرد که با ساکنان ومر مرکز ماموری نویه روشن صحبت کرده است و آنها با تصدیق خبر سقوط چرخبال گفتند که آن را از طرف افغانستان با موشک زدند. مردم روشن چنین سلاحی ندارند که چرخبال را بزنند. می نویسد سرینکا با استناد به ساکنان ومر. یکی از ساکنان ومر در مصاحبه به پایگاه خبری بامداد نیز خبر سقوط چرخبال حربی را تصدیق کرد و گفت این چرخبال برای عصبه پراکنده کردن ازدحام اعتراضگران استفاده میشد و هنگامی که میخواست گردش بزرگتر کرده برای تیراندازی نوبتی از هوا موقع متناسبی را انتخاب کند، از بالای دریای پنج که مرز از روی آن میگذرد به طرف افغانستان گذشته است و نیروهای طالبان که افغانستان حالا زیر نظارت آنهاست چرخبال را با ضرب موشک سقوط دادند. و مر در نزدیکی مرکز با ولایت بدخشان افغانستان جایگیر شده است. از روشن همچنین درباره کشته و زخمی شدن چندین نفر در ساعت‌های اولی عملیات ضد ترور خبر میدهند. به گفته ساکنان عملیات حربی در اینجا ساعت 6 صبح 8 مای آغاز یافت و نیروهای مسلح از داخل قسم نظامی واقع در ومر به کوچه و ریخته به تیرپرانی و بازداشت رهگذران پرداختند. بعدا کوفتکوب خانه به خانه هم سر شد. ساکنان روشن میگویند از صبح به این طرف در ومر و اطراف آن صدای تیرپرانی ها شنیده می شود.